دوستان عزیز سلام و درود میفرستیم از آبانباری میرگاه برق آبی روغون، همان عرصه ننگ، عرصه ناموس که ما و شما افتخارش میکنیم در تاجیکستان. چند نقطه هست که باعث افتخار است در برابر سرازم و هولبوک و اینجاها. یکی از اون میدان های برای همه ما پر از تفاخر واقعا هم روغون است و این اینجایی که میبینید این همان راه کهنه است که یک زمان اینجا از توسط اینجا مردم به نورآباد و به منطقه رشت سفر میکردند. حالا این علاقه بینید، علاقه راه زیر زمین مانده است و آهسته آهسته همه خیل راه مناظر میبینید راه پر شده می آید. دیگر حالا ما تقریبا اگر خطا نکنم 200 متر پایان فرآمدیم از سطح تا ببینیم که سطح آب تا کجاها آمده است. من بسیار میخواستم که هر کس که از این راه گذشت طرف رشت یا از رشت به طرف دوشنبه به پایتخت از زمان چون سفر میکند، خواهش میکنم اینجا بیاید. واقعا بینید افتخار، این میدان بزرگ، این میدانی که میبینید هرچند در نوار همه بخش های قسمت های این منطقه به چشم شما نمیتابد، اما این همگی دیگه همین یک دره مثل که یک دره است. همه عرصه کار و پایکار است که حالا من میبینید اینجا تا حالا من این پشتی بلندی هم پوری آب است دوستان. و یک زمان ما مکتب خان بودیم، سهمیه میخریدیم و ما افسانه میدانستیم که میشود نمیشود، و اما امروز با چشم خودمون میبینیم که واقعا هم راه این بلندی ها همه زیر آب میمانند و واقعا هم یک زمان من فکر میکنم فرا میرسد و شاید ما اون وقت 40 ساله 50 ساله میشویم که توسط کشتی ها، توسط زورق ها بالای این آب میگردیم. با امید آنه که روغن ساخته شود و تاجیکستان به استقلال انرژتیکی برسد و تاجیکستان نورستان شود، چراغان شود، با روغن و وادی رشت که آغاز وادی رشت است، همه دوستان را سفرشان را میخواستم.